سلام، من فریما انصاری هستم، مدرس و مشاور استایل. به کانال من خوش اومدید. این اولین ویدیویی که به رسمیت دارم مستقیم برای یوتیوب میگم، برای چنل یوتیوب. پس توش سوتی خیلی زیاد دارم، توش توپق زیاد میزم و همه اینها و هیچ وقت عادت نکردم و اعتقادی هم ندارم به اینکه یادداشت کنم بعد بیام راجع بهشون صحبت کنم. خب من یه کوچولو از خودم بگم. من حسابداری خوندم، تو دانشگاه هم حسابداری خوندم. بعد یه تلنگری تو مغزم خورد، رفتم طراحی لباس و بعد با یه نفری آشنا شدم، رفتم استایلینگ و همونو ادامه دادم و الان مدرس مجتمع فنی تهران هستم و مشاور استایلم میدم. خیلی خوشحالم اینجا میبینمتون. امیدوارم به زودی این کانال بزرگ بشه. امیدوارم از حرفایی که میزنیم خوشتون بیاد و دوستش داشته باشید. خب قاعدتا اولین ویدیو به رسمیت یوتیوب خب خیلی کوتاه‌تر میشه، اما امروز اومدم به پیشنهاد یکی از هنرجوام راجع به لباس‌هایی بگم که ما 3 سال پیش 2 سال پیش داشتیم و امسال دوباره اطرافیانمون می‌بینیم میان میگن که این نه، این تازه ترند شده، این فلان. حالا اینا مثل چی؟ مثل شلوار کارگوها. خب شلوار کارگوها خب از 3 سال پیش ما حدوداً داشتیمشون، یا پافرهایی که تو زمستون چند سال از در واقع سال 98 قبل کرونا، حالا اونایی که تو بازارن میگن 1 سال قبل‌ترش، اون موقع اومد پافرها. یا ست ورزشی هودی و شلوار بهار تابستونی، این ستای ورزشی، یا مثلا لباسای ست با پارچه‌های حالا لنین یا پارچه‌های کیفیت پایین‌تر بالاتر، با این پارچه‌ها که حدوداً 3 ساله اومده و باز هم امسال می‌بینیم تو مغازه‌هان، یا میان اطرافیانمون میان میگن که نه اینا تازه ترند شده. بچه‌ها اول از همه یه چیزی بگم، شماهایی که توی فشن هستید این مخالفت‌ها رو زیاد می‌بینید، مخصوصا تو ایران. این مخالفت‌ها رو از نزدیکترین اشخاص زندگیمون می‌بینیم تا دورترین، که نه تو نمیدونی، نه حالا 2 خط رفتی فشن خوندی فکر کردی چقدر میدونی، نه فلانکی، نه میدونی سنگ این انگشتر من چقدر ارزش داره، اصلا اینا ترند، میدونی چقدر گرون مثلا این گردن بندم رو خریدم. این چیزها رو زیاد میبینی و خب خیلی هم طبیعیه، چون اون سواد علمی که شما دارید و اطرافیان شما ندارند، همونجوری که اونها سواد یه سری از رشته ها رو دارن و شما ندارن. خیلی طبیعی. خب این از این. حالا چی میشه که یه لباسی 3 سال پیش بوده و امسال اومده و مردم عامه‌تر، مردمی که خیلی سواد علمی فشن رو ندارن، میان میگن این ترنده. بچه‌ها تو شرایط اقتصادی که ما داریم که هی دلار میره بالاتر، هی شرایط اقتصادی سخت‌تر میشه، اون فروشنده بنده خدایی که امسال پافه رو خریده و رو دستش مونده، سال دیگه نمیتونه بندازتش دور یا کادو بده یا هدیه بده، نه اونو دوباره وارد بازار میکنه، یا شرکت‌ها حتی دوباره وارد مغازش میکنه، دوباره وارد ویترینش میکنه. کارگو هم به همین شکل، چه میدونم این ستایی که گفتم به همین شکل، حالا یه ذره تغییرش میدن یا همونو میارن. بعضی طرف دیگه بچه‌ها قشر متوسط رو به پایین جامعه یا قشر متوسط جامعه میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه به جایی که من بیام یه لباس بخرم مثلا 500 تومن، یه شلوار 500 تومن سرجم بشه 1 تومن، میام یه ست شلوار و مثلا هودیشو شلوار و لباسشو میگیرم 800 تومن، 900 تومن، 700 تومن. بچه شرایط اقتصادی مونه. اصلا نمیخوام بحث اینو بکنم که اون فقیره این پولداره اون وسطه، اصلا نمیخوام این بحث رو بکنم. بحث اینه که شرایط اقتصادیمون یه جوریه که مجبوریم، پولدارم باشیم مجبوریم که حواسمون به دخل و خرجمون باشه. خب یا مثلا به جایی که من یه کت بگیرم 3 تومن، یه شلوار بگیرم 1 تومن سرجم بشه 4 تومن، خب که بهش بخوره، میرم یه کت و شلوار میگیرم 2 تومن، یه کت و شلوار میگیرم 2800.
3 تومن حتی، باز 1 تومن جلو هم. خب میدونی این قضیه ها خیلی پیش میاد. پس اول از همه خودتون رو هرس ندید. دوم اینکه شماهایی که توی فشنید و میدونید چیزهایی مثل کفشای کراکس، مثل کارگو، مثل چه میدونم همین ستایی که گفتم از مد افتاده یا اصلا یه جورایی کلاسیک شده یا اصلا مد هر ساله میاد، اونایی که میان بهتون میگن این تازه ترند شده رو خودتون اذیت نکنید. یه چیز طبیعیه که میان این حرفو میزنن. پس خودتون رو سر این قضیه اذیت نکنید که آدمای نزدیک من اینجوری میگن فلان فلان میگه. این خاطرها خیلی زیاد دارم براتون تعریف کنم و به وقتش میام دونه دونه براتون تعریف میکنم با دلیل و منطقه در واقع علم استایل. این یه مورد. یه مورد دیگه، علم استایل، بچه‌ای که دارن میخونن، بچه‌ای که تو این رشته هستن، علم استایل یه چیزی میگه، اما تو نمیتونی این علم تو، این در واقع چی بهش میگن، موردی که در قانونی که داری و برای میلیون ها نفر یکی بدونی. یعنی یه قانونی هست برای میلیون ها نفر همون صدق میکنه. نه، تو فشن اینجوری نیست. فشن سلبریتی، اینفلوئنسر، بلاگر، آدم معمولی، آدم کارمند، همه اینها با هم دیگه متفاوته. مثل چی؟ مثل قانون چراغ قرمز. چراغ قرمز برای من، برای اتوبوس، موتور، وسایل نقلیه بله قرمزه، ولی یه جاهایی برای آمبولانس، برای نیروی انتظامی، برای آتش نشانی، برای اینا قانون اونا با ما یکی نیست. پس فشن هم همینجوریه، قوانین خیلی جاها یکی نیست، جا به جا میشه. این هم از این. امیدوارم از اولین ویدیو راضی بوده باشید. دوستش داشته باشید. توی ویدیوهای بعد میبینمتون. خدافظ.